هلا سلام به تمام بینندگان گرامی، با شما هستم باز حسن الدین و خوش آمدین به ویدیوی نوی من. و امروز باشد من در بازی شاهانه یا که چه خلقی میگوین شاهی ورزشان هستیم. رفتیم همراه امروز تماشا میکنیم و میبینیم که این بازی چی است. بینندگان گرامی، این بازی چه خیلی که گفتم تاریخان برای aristokratها میگفتن و در این بازی پیدا شده بود زیاده از 2000 سال پیش در دولتی فارس و پادشاهان و بزرگان دولتی فارس در این بازی میکردن و در سن 7 سالگی با اسم صبور پادشاه فارس در سن 7 سالگی با تعلیمی و در بازی کردن این بازی شروع کرده بود. بیشتر چه خیلی که گفتم زیاده از 2000 سال پیش و پستر در عصر 6 این بازی بین فارس های ترکمن های قبلی یعنی حاضره ترکیه، بین آنها بین دولت فارس و بین ترکمن های قبلی این بازی مسابقه بزرگ شده گذشته بود و دیرتر یکی از پادشاهان دولت فارس با نام عباس بزرگ در عصر 16 در اصفهان استادیومی مخصوص برای پولو بازی ساخته بود که در روزی آن 300 یارد را تشکیل میداد و با اصطلاح روسی وراتایی که در دو طرفی استادیوم گذاشته میشوند 8 یارد را تشکیل یافته بود. تقریبا رزمیرهایی خیلی که میگن با اصطلاح روسی حاضر است یا استادیوم هایی که پولو گذرانیده میشود. این اسب‌های مخصوص نامش میگن مینی پونی، بیشتر آنها از آرژانتین میباشد و نرخ این اسب‌ها از 50 تا 100 هزار دلار این نرخنامه مبینش است. یعنی در اینجا اسب‌هایی هست که نرخ آنها 200 هزار دلار آمریکایی می باشد. Going back will be Podesta, taken on by Benji Pinello. Backhand Podesta, only as far as Beresford. UAE have control. And this is who's there? It is Pinello. Now it's Beresford on the board. Tommy turned it. Looks like it sees where everybody is. Makes it slow down. در هر دوی طرفی تمام استادیوم ها مانند این جاهای مخصوص برای اسب ها نگاش داشتن وجود دارد که در همه جا برای آن که برای هر یک تیم چه خیلی که گفتیم با حساب میانه تا 40 تا اسب مخصوص برای بازی ضرور می باشد. و اینجا ببینید اینجا هست و اونجا هم تیار میکنند، مخصوص کارگرها تیار کرده میستند که برای آنکه وقتی هر بازیگری خود همین تیم خواست که عوض کند اسبش رو اینجا میاد و اسبی که تیار است، اسبی که همه چیز رو پوشانده هستند اونا میگیرد و باز تیز به بازی خود میرود. و پستر این بازی پولو از دولت فارس با هند و ژاپن و چین و با دیگه دولت ها گذشت و در اونجا هم در این بازی کردن سعی کردن و در آخرای عصر 18 انگلیچنا در هند و بعضی میگن در بنگلادش این بازی رو دیدن و آموختن و به خود بردن و برای همینم پستر انگلیچنا این بازی را خیلی تشویق دادن و انگلیچنا در این بازی حصه خود را گذاشتن و امروز باشد این بازی را با قانون‌های با همه ساخت خود چیزی که در روزهای ما رسید این
کاری انگلیسی‌ها هست. این حسی انگلیسی‌ها هست که این بازی رو در مرتبه قریب المپی برداشتن و در انگلیه و در بعضی دولت‌های اروپا این بازی خیلی و خیلی بین مردم تشویق یافته است و پستر بعد انگلیسی‌ها در آخر همون عصر 18 ارژنتین ها این بازی رو به خود بردن و این بازی کردن این بازی سر کردن و بیکار نیست که تا امروز اسب‌های مخصوصی که با نام مینی پونی میگیرن در ارژنتین ها با این مشغول هستند و با اصطلاح روسی پرایزواتسوی همین اسب‌های مخصوص برای بازی پولو اکثرا بیشتر از ارژنتین میبیان. یعنی ارژنتین ها هم این اسب ها رو پرایزودید میکنن و هم این اسب ها رو می آموزانن، تعلیم میتن برای بازی پولو. و چه خیلی که گفتیم با حساب میانه نرخی این اسب‌های مخصوص برای بازی پونی از ارژنتین اون که میارن با حساب میانه $100,000 باشد. در یک تیم در یک بازی تا 40 دانه اسب لازم می شود و اگر حساب کنیم 40 ضرب 100,000 یعنی $4 میلیون امریکایی فقط برای اسب. یعنی اونی که مانند این خیلی تیم دارد باید که غیر مثلا اسب داشتن با حجم زیاد با اسبایی هستند که از این هم قیمت‌تر است تا 200,000 300,000 تا نیم میلیون دلار امریکایی هست و بالای این خیلی که گفتیم کارگرای تیم اونایی که با اسب کار میکنن بازیگرا چی میگن چی معاش بازیگرا و افقاد اسب کسایی که شاید نمیدونسته باشن در نمیدونم در دیگه جاها چه خیل در امارات با اسبایی که این خیلی مخصوص میدوند بازی میکنن حتی عسل میدهند. عسل بازی پولو برای آنها که نمیدونن عبارت است از هر یک تیم از 4 تای بازیگر و از 5 چکرز یا که چلی میگن از 5 تایم یا 5 راوند و هر یک راوند یا چکرز 5 با از 7 دقیقه عبارت است. Hey, aguapiarla, hermano. Bien, Mohamed, ¿eh? ماشاءالله. هذا محمد الحبتور خزائن حبتور بولو и капитан команды الحبتور.
خیلی که گفتم این بازی برای aristokrat‌ها است، یعنی آدم‌های خیلی بلند مرتبه و پولدار. غیر از آنی که مثلا اسب‌ها برای اسب داشتن خیلی پول کلان لازم و مثل خیلی ماشین‌های خیلی که میگن دومک نکلیوسخ در هر یک تیم هست اقلا یک تا دو تا در مثلا هفتور تیم الهفتور تیم دو تا هست. رفتم برای شما Now we have a game of polo in our hands, don't we? Less than a minute to play in the fourth chukker. 6-6 to score. Anybody's contest here. اینش باشد چی عادی هست. UAE with the momentum at the moment. Coming up to 30 seconds on the clock. Umpire wants a little bit of space. In goes the ball. Laborde with the lineup for Zidane. Big drive by Laborde. Tommy Pinello goes back to the fem. Такой домик на колесах. Здесь холл, сидячие места для отдыха игроков и хозяина. Здесь типа кухни, как видите. Здесь вот телевизор. Вот. Здесь можно жить как бы. А дальше здесь вот туалет, душевая. Вот душевая кабина. И еще здесь дальше вот спальная, нормальная, большая, не маленькая комната. И вот здесь типа балкончика еще. Можно выйти сюда и вот наблюдать за игрой. و چه خیلی که میبینین بینندگان عزیز، فرقیتی اسبایی که برای بازی پولو استفاده بوده میشود. یکی از آنها مثلا در دومش میگن، دومش مثلی چه خیلی گویم مثلی گیسه کوتاه میبافند مثل این. Это называется боча, типа мяча, которым бьют, а это тако. Ну, это такая вещь, это такая вещь, которым этим вот так бьют и вот так играют. و در آرژانتین امروز این بازی یک بازی خلقی حسابیده می شود. خیلی که مثلا در بعض دولت‌های فارس و همسایه‌های دولت‌های همسایه و خود تاجیکستان بازی مثلا улок هست، بازی خلقی. و در آرژانتین این بازی خیلی تشویق و ترغیب یافته است و بیهوده نیست که حالا در امارات هم بسیاری تیم‌ها، بازیگرای بسیاری تیم‌ها از آرژانتین هستند و بعضی ترینرهای تیم یا بعضی آدمان مخصوصی که مثلا در تیم‌ها کار میکنن از خود آرژانتین می باشند.
Аптур Поло и Банугаш Поло 10-7. Выиграла Хапту Поло. ¿Está cómodo? Bien, Gordi. بینندگان گرامی، اگر به شما کانال من و اون ویدیویی که میگیرم پسند باشد حتما ابونه شوین، لایک مونین، با دوستان خود نصیحت کنین و در اینجا به آخر میرسیم. تا ویدیوهای نو، تا بازدید و مع السلامه.